دقت کف دست نگاه کنید. وقتی ما کف دست نگاه میکنیم ما در اونجا خطای زیاد میبینیم، هرچند که برای آدمان اینا یک نقش نگار باشن، ولی در اصل یگام کف دست با کف دست دیگر مانند نیست. مانند که هر کس مجرای زندگی خودشه داره، تقدیر خودشه داره، همینطور هر کس پنجه خاص به خودش دارد. از همین حساب آرام شوید، دقت دهید. بسیاری شما نگاه میکنند به پنجه های خود، ولی شاید در آنها چیزی را نفهمند. ما با اون که در پنجه ما و شما چیزی هست اعتقاد به اون نداریم، ولی میدونیم که بعضی چیزهایی هستند که معین میکنند این یا آن حالتی سرشت ما و شما را. یعنی که عضوهای ما، اندامهای ما، آن قسمهای معینه سر که این یا آن وظیفه را اجرا میکنند، آنها در پوست انسان جا دارند. واسطه آن جای پوست آنها نفس انرژتیکی میگیرند و دکتران آن را زانه های زخرین گید میگویند، یا که تقسیم کنی بدن آدم به سگمنت ها، یا که هر یک عضو میگویند در پوست تیریزه دارد، اونانده که آدمان تیریزه را میکشند، هوا را تازه میکنند. همینطور بدن ما و شما هم یک نفس دیگری میگیرد. این نفس الکترومگنیتی است. ببینید در آسمان اگر طوفان مگنیتی شود، آدمان میگویند که امروز باد و هوا چخیلی هست که مزه هم نیست، یا که امروز خودم نقص حس میکنم، ولی هیچ کس سوالی نمیتید که چی طور باد و هوا به سلامتی انسان اثر میرساند. انا با واسطه همین زانه های قسم هایی که در بالای پوست هستند و یکی از علم های سوزنزنی که مردم کره سر و کار دارند این سوجوک است، یعنی که سوزنزنی در کف دست. و باز علمی هست که کفشناسی هست، حتی که فعل آدم خلق و اطوارش، بعضی چیزهایی که در او هستند، یعنی که استعدادها دارد یا که مشکلاتها دارد، در نتیجه قیاس هزار ساله ها آدمان متخصصان پیدا شدند و آنها این یا آن حالت ما و شما را از کف دست گپ میزنند. ولی باری دیگر میگوییم ما میدونیم که این علم هست، ولی ما اعتقاد نداریم که تقدیر ما از کف دستمان وابسته باشد. تقدیر چیزی بسیار وسیع است و ما امروز از آن تقدیری که بسیار وسیع است، همه طرفه است، امروز راضی میشویم، از تقدیر خود راضی میشویم که رسول اکرم گفته است که دعوای قلب است. راضی شدن از تقدیر و چشمان خود را میپوشیم. درست بشینید، هیچ چیز شما را خلل نمیرساند. بدن عموما کوشش کنید که نجنبانید.
بدن خود را نجنبانید. آواز ما را نغز میشنوید. با آواز ما به دنیای باطنی خود وارد میشوید. پناه میطلبیم به سوی خدا از کسلی های گنده، از تقدیر بد، از سحر، از جادو، از وسوسه، از هجوم، از کسلی هایی که تفاوت نمی شوند. ما با سوی خداوند پناه می طلبیم و به نام خدا بیشتر میکنیم که نهایت مهربان و بغایت رحمدل است. به نیت شفا میشینیم و خود را در بین معینه سر گذاشته آرام میشویم. هوش خود را در بین معینه سر گیرید. از پیش سر فکرها هستند، از پشت سر پیش نظر است. هرچی پیش نظر آمدنش ممکن است. از برای سر حسیات است و حرکت. حتی که بدن شما حرکت کردن خواهد، شما آن را نگذارید تا اینکه بدنتان شما را ناراحت نکند. اگر حسیات های دیگر آمد، آنها را شما حس کنید، ولی به آنها عکس العمل یعنی جواب ندهید. پیش نظر هر چی که میآید یا نمیآید، تاریکی است یا روشنی، رنگ های عجیب، طبیعت عجیب، شما به آن دقت ندهید. مشاهده کنید. فکرهاتون همچنین. شاید بسیار کسانی که ما را میشنوند، میبینند، گوش میکنند، به این یا آن حالتهای مشکلی سلامتی گرفتار باشند. بعد انا همین سکوت مشق روانی که ما میکنیم، سردرد شما نیست میشود. بیماری های شما سست میشوند، ضعیف میشوند و قوه دفاعی و صحت کننده شما آنها را مغلوب میکند و شما دنیا را به رنگ دیگر میبینید. آن چیزهایی که پیش شما را ناراحت میکردند در نظرتان ناچیز میشوند. این شای خدا. بدن خود را حس کنید. بهترین تحفه خداوند این بدن ما و شما است. بدن آدمی، بدنی که شریف است. تن آدمی شریف است. تنتان را دوست دارید. آهسته سر کنید از نرم کنی مغز سر. معینتان را نرم کنید. گویا که شما در کاسه خانه سر معینه خود را خمیر میکنید. شدت‌های جلدتی را از بدن بگیرید. آهسته آن فکرهایی که شما را عذاب میدادند میگذرند. آن چیزهای پیش نظر مینمودند میگذرند. سر ما و شما را ترک میکنند.